سلام و درودی به پایان با بینندگان شبکه یوتیوب. چی؟ هم بالای گورا رسیده؟ راست میگم. پویسکا آماده اینا، پویسکا. یک تحتیات که حضرت عزرائیل ابلاغ نکنه. جوانی نامحترم. یا خطی هم که سخن گفتن در کار برادرها حاضر دو نوار تماشا کردیم. یکی غم زده و خجالت زده شدم، دویم نوار خیلی وقتم خوشید، خیلی وقتم خوشید. حاضر اکم نوار رو نقل کنم. نوار هم خیلی بود که یک پسر پدر رو کشته، بولیقه شب کرده کشته، بولیقه قدی پدرش کشته. جوانا هیچ چی را نشون میده، این بی تربیتی را نشون میده. مسافر پاد بالای گورا رسیده، تو برای همون نمازو تا بخونو، تو برای نمازو تا بخونو، مسجد برای گاب کوردور نشو با جوانو. هیچ دوری جوانی اومده که ما کوردور نشه. مسافر 60-70 سال کار کرده، مهنت کرده، کلان کرده، زحمت کشیده، برای تاجیکستان عزیز قدر مهنت کرده، قدر کار بار کرده. تو برای حاضر سری پیریده 60-70 خواهی کی میدونه که چنده. تو برای همون کنجی مسجد یافتین هوای فنده، برای کنجی مسجد فقط بخونی نماز میخونی. نماز هم چند کم 10 منوت میخونی، 20 نیم ساعت میخونی. همین نماز جامعه میریم همگی نیم ساعت 35 منوت تمام نماز تمام. بچکو کنه جین بزنه خونه دا بشینه، ترا گپ نزنه، ترا گپ نزنه. وای میترسه بچور ترا گپ نزنه. برای کی او پدرش کشت آخی، پدرش کشت. تو چیکار میکنی؟ کوردور نشو، مسعود کوردور نشو. تو فخ بزن، گیر را بزن، دروشکا را بزن. مصطفی تو مردانش نصیحت میکنه. تو وظیفه مصطفی تو مردانش ترا نصیحت کنه. چی گپی؟ چی حالی؟ مصطفی زدای بولی قشاب کرده کشته، تو برا گپ نزن. پود بالای گورا رسه، برا نماز کن. نه مصطفی نماز نخونه، مصطفی نماز میخونه. وقت جوان آخی جوانی نامحترم ولی کم تا نشوته. تو برا نماز تا بخون. وقتی مسافر میخزد ساعتی 2-3 شب تهجد میخونه، تو بیو که سر ناسر مهرونه که مسعود ده تعبیر نمیده، میبای میروی در یوتیوب میروی. حق ندارن مسعود قدر مهنت کردن در یوتیوب برای گپ زنه. بعد اعصابت ویران نمیشه و برادرو اعصاب ویران نمیشه و جوانو کجا رفته سن جوانو؟ نصیحتش میکنی میگوی خیلی نکه نیاکه. گپ یافتن تو گپ داری، همین گپ داری. تو همین مردا گوره واتساپ ایماده برو پراموی گپ زن واتساپ خاطی ماده گلاسوی نشون ما جواب تا بتونم تا میو درام تک 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 منوسی که مسافدی خیلی مسافدی خیلی تو هر یک سخن دا فقط و دلیل و حجت در کن. خطا احترام کن. یا که مسافدا ندیدن جوانی را دیگه نیستن. باگجو رفت استی ولی خشاب کرده کشته، اوش خشتمان شد زده کشته، اوش آچه‌ش نگاه نمیکنه، اوش یا مسافر دیگه گیره کرده است. چند سال شد بچه‌م ناومده گفته وای کیسته. جوان ما این مراجعه با اون جوانای نامحترم میگم. مسافر برن نماز تا بخونه، هم مسافر نماز نخونه. نخو مسافر که تو خب به عقل به تمیز باشه، به وای باشه. ما حیات زندگی شفیاری خودم گفته اسم شما را. من نه مدرسم، نه یک دملویم، نه ختم کرده‌ام، نه یک که من شفیاری پرست به شما را گفته استم. ای تجربه روزگارم با شما گپ زده استم. شما نمیفهمی. آخر دملوها گفته استم، گپاشون نگرفته استن. آخر با من نقطه نظری کار و بار و زندگیم که چی قدر من شفیاری کار کردم، شفیاری هفته باز 1 منوت خواست میشناسن مرا. چی قدر سمن میکشیدیم، چقدر مثلا در سانترودا کار کردگیم، در تونلو کار کردگیم، تونل دنگره دا آبیاری کنی دا کار کردگیم، در شخته ها کار کردگیم، در راهون کار کردگیم. پیرشیدی تمام. ما همه آدمی که مسافر حرمت نمیکنه، تو هم مسافر میبینه درچ میره علامش میگیره این مسافر و پدری خچ حرمت نمیکنه. و پدری خچ درم خونه اول چی میگه گرفته گفته که برات دم خونه جین بدن خار موزه تا کنه مسافر موزه تا بخون. چی گفته از مرا پول بالا میگوره است. برای روی مزار نگاه کنه
و یا مسفید چند تا جوانه، چند تا جوانه. او رفته جوان رفته دبر مسفید خواه. شما کی زندگی را سر میکنی؟ آیا تو با دادی مسفید میرسی یا نمیرسی؟ یک کامنتار نویس اون تو با دادی مسفید میرسی یا نمیرسی؟ تو برای نمازو تاب خون تو اگه تو بیاخل بدین. تو سامیخته دامو سانتودا گذاشتی، تو زم در آغام گذاشتی، در آبادکیم تاجیکستان گذاشتی تخته سامتا. یافته اینترنت همین دیگه که بیو گاب نزن بیبرا. در باره خرسندی مسافید چیه خرسندی مسافید؟ خرسندی ما همیه کی یک برادر رپخان. ما اوجا گفتم که رپ گفتم هنر در کو شما فکر نکنه یک گاب 366 پاولو دورا. رپخانه را ما تعریف کردم خیالگو. رپخانه را آواز شما تعریف کردم. این آواز با سمت روان کوکی پگه سرخم و خجالت زدن نشای. و برادر رپخان پگه وسوات گام میزنم بابا رپ میخوندی کو؟ جوانی رپخان پگه تو میگوی که عصری 21 عصری وای چیه عصری هیچی نیست. همون زمانه قدیم همین زمانه. بعد تو دیو نمیشه رپ بخونی. رپ اوکی آواز خدا داد تو ده سمت دیگه صرف تو آواستا. تو هوشدار باش. یه جوانی که رپ میخونی پگه تو رپ میخونی نکالکا میزنی هم الیار نکالکا میزنی گوشوار کشوار میکنی کیم چخیلی هم میکنی همتون خطور کیم چخیلی میکنی درک آدمی نمیدونم چخیلی میکنی شما خطونه پگه انتظار شوکی نواسه تو پیسری تو میاید در پیری 70 ساله 80 ساله رپ میخونه 70 ساله 80 ساله رپ میخونه اوجه اومده پویسکات اومده اوجه تو رپ میخونی تو نورو تا میبینه میگه کی بابا جان ما یک کاریوای یافتیم یک گروه دیگه تشکیل کردیم. بعد میگه چی گروه تشکیل کردیم؟ و تو رپ میخونی که رپ خانی شما حاضر هیچیه. حاضر ما یک گروه گاموسکسوالیستا تشکیل کردیم بابا جان سر تا بخپک. این راه همون راه. ما احسن با هم برادر میگم که نامش نوعیان بود و چی میگن لقبش نوعیان بود. برآمد همین خیلی ابرشینی کرد همین خیلی وای کرد گفت که برادرای عزیز ما بس رپ نمیخونم دیگه. ما بس میگم رپ نمیخونم رپشو کار نبوده. گشتی اول ما گپ زدم با یک کسی نمی‌شد که تو بابا گشته وای کرده نوتوری گفته مصر نوتوری خونده. آخه ما شپیار اگه توری بخونم شوخی ما درد دیدیم ما گفته استم همرا آورده درد دیدیم ما گفته استم تو و برادر آخی ما مسلمانی عادیم. ما نه شیخیم نه یک عالم زبردستیم نه یگون باید چیم منین خدمت گفته استم در رعایت شریعت اسلامی در سر تربیت فرزند گفته استم ترا در وقتی بابی خطاگی بابی تو یافتی که رشته چپن خیر رشته گوش کو هم مرده رشته کجاله چین با کندش ایسا راست شینده فهمیدی که در ایراد میگیریم بابی شعر نمیسرا و نمیچتا نمیچترا خوند تو چه غیر ایراد میگیر پدر نداره مستفید هرمد این پدر اخت هرمد میکنه هم کمیتر مینویسه کو همون وقتی که مستفید میبینه پدرش بخیر میزنه این رب بفهم تو مستفید میبینه پدرت بخیر میزنه چه خیلی پدر مناسبت میگیره قدیم هم خیلی مناسبت داری تو هم خیلی جوانی محترم. این مرد چون هم ابرشینی کرد چون هم هوای کرد که فهمیدین را گشتای کجاله رفتن کم پرتوب گشتی نه گشتی تازه چین که پگه نبرام بگن که ها این راهی خطا بوده بابی ما نگاه چیکار کرد. شما چی گفتید؟ ای برادرها بخت بیاین برای چی کشت ویا پدرش برای چی کشت نمیدونم گفته گذاشتم یا نگذاشتم در فکرم بودم برای که گیر زد نارکوتیک زد فقه زد دروشکا را کشید. الان سببش بعد دیگر سبب دیگرم وای میگم که این مرد پشیمون شده خدا هدایتش کنه پشیمون شده راه راست انتخاب کرده چی گفتنی هستم نکنین خیلی کارو همین دهانتون شکر بریزه چیه با خیلی مصفیده رو بد بینی میکنه و یکم گپ خطا گفته بزن بخشیش آخی و من یعنی علمای دینم نه یکم مدرسه خوندم نه که من شفیارم خدا همین جناب عالی رو همشه درست کنه هم قرآن به حرف کریلیکی برات قرآن به حرف کریلیکی میخونم نه که میدونم یا 15 سوره میدونم میخونم نماز جماعت من اشترا همچون مسلمان همین خیلی خدمت چیکار کنم دیگه همون به حرف کریلیکی میخونم همین اگر همین خدا نگهبان شد جناب عالی اگر همین به حرف کریلیکی نمیبرد ما آدمای بی‌سوادی که حرف قرآن رو نمیدونم اگه جو میخوندیم اخی
حاضر این ویدیو رو من همین سریسا ویدیو رو نمیرم، یک قریب 10 مینوت چیز من یک چی میگم درباره برادر و درباره چی دوام این ویدیو رو من دیگه ویدیو کردم میپرتام که شما بجای رپ لایق بازار گوش کنید چی گفته گه لایق بازار شعر خونده گه. خدا حافظ. با یک ویدیو دیگه میپرتم شما.